سلام، من غزل جاویدان هستم. خوشحالم که این فرصت رو دارم که ورکشاپ امسالمون در دیجیتال فیوچرز فارسی رو معرفی کنم. ورکشاپ تجزیه و تحلیل پس از بهینه‌سازی معماری و مدیریت داده‌ها، گشودن جعبه سیاه توسط من، همکارم آقای اسماعیل بیگی و تیم خوب پلاگین جیراف برگزار میشه. توی این ورکشاپ ما به دنیای پیچیده الگوریتم‌های فراابتکاری و بهینه‌سازی تعاملی معماری وارد میشیم. اما تمرکز این ورکشاپ تنها بر بهینه‌سازی عددی نیست. هدف از این ورکشاپ این هست که الگوریتم‌های بهینه‌سازی نه به عنوان هدف نهایی طراحی، بلکه به عنوان ابزاری استفاده بشن که در حل مسئله بهینه‌سازی فرم معماری رو هم همزمان با عملکرد اون در نظر بگیرن. به همین دلیل توی این ورکشاپ ما درباره چگونگی تعامل با فرایند بهینه‌سازی و چگونگی تحلیل و مدیریت نتایج حاصل از بهینه‌سازی صحبت می‌کنیم و توضیح میدیم که چطور این داده‌ها رو باید مدیریت کنیم و چگونه از اونها در فرایند انتخاب نتایج بهینه و شبه بهینه استفاده کنیم. بخش اول این ورکشاپ با معرفی الگوریتم‌های فراابتکاری موجود در گراس هاپر آغاز میشه و کانسپت اولیه و فرایند بیسیک بهینه‌سازی‌های فراابتکاری توسط این الگوریتم‌ها توضیح داده میشه. بین الگوریتم‌های فراابتکاری تمرکز این ورکشاپ بر الگوریتم‌های ژنتیک خواهد بود و به توضیح مفاهیم اولیه ضروری برای شناخت و استفاده از این دسته الگوریتم‌ها می‌پردازه. مفاهیمی مثل جمعیت، نسل، والد و فرزند، جهش، تابع هزینه، فضای طراحی و فضای راه حل‌ها توضیح داده میشن. با تبیین مسئله بهینه‌سازی و توضیح جزئیات الگوریتم ژنتیک به مسئله اصلی این ورکشاپ که نحوه تعامل با الگوریتم‌های بهینه‌سازی هست می‌پردازیم. در یک مسئله بهینه‌سازی معماری، فرم‌ها بر اساس معیارهای عملکردی مثل سازه، نور روز، نما و یا حرارت بهینه‌سازی میشن. اما آیا هندسه فرم‌ها هم از دیدگاه معماری و زیبایی شناسی بهینه میشه؟ چطور میتونیم بر تغییرات و تکامل فرم در فرایند بهینه‌سازی عملکردی نظارت و کنترل داشته باشیم؟ در مسئله‌های بهینه‌سازی معمولاً صدها آلترناتیو تولید میشه که مخصوصاً در نسل‌های آخر این آلترناتیوها از نظر مقادیر عملکردی بسیار به یکدیگر شبیه هستند. با چه روشی میتونیم در بین این نتایج خروج یک بهینه‌سازی آلترناتیوهای بهینه‌ای رو انتخاب کنیم که هم از لحاظ عملکرد و هم از دیدگاه هندسه فرم بهینه باشند؟ برای جواب این سوال نیاز هست تا اول شناخت بیشتری از جزئیات فرایند بهینه‌سازی و نحوه تعامل این الگوریتم‌ها با متغیرهای فرم و اهداف عملکردی به دست بیاریم. به بیان دیگه، بهینه‌سازی و تحلیل داده‌ها در این فرایند باید برای ما شفاف باشه و نباید شبیه یک جعبه سیاه باشه که فقط ورودی میگیره و به ما خروجی میگه. بنابراین در بخش بعدی با جزئیات بیشتری درباره دو الگوریتم ژنتیک معروف یعنی نان-دومینیت سورتینگ ژنتیک الگوریتم و استریت پرتو فرانت اِوولوشنری الگوریتم توضیح میدیم. ما فرایند طراحی و جریان داده‌های این الگوریتم‌ها رو معرفی می‌کنیم و چند مسئله بهینه‌سازی ساده با استفاده از دو افزونه والسی و بایومورفر در گراس‌هاپر حل می‌کنیم. با تسلط بر بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک و رمزگشایی جعبه سیاه اون، آماده شروع مرحله بعدی یعنی مدیریت داده‌ها میشیم. در این بخش چگونگی مدیریت، دسته‌بندی و تحلیل داده‌های با ابعاد بالا آموزش داده خواهد شد و برای این کار ما برای اولین بار پلاگین جیراف رو معرفی می‌کنیم. این پلاگین امکان تجسم داده‌ها و خروجی‌های طراحی رو در محیط طراحی محاسباتی گراس هاپر فراهم می‌کنه. ما با کمک این پلاگین انواع نمودارهای تحلیل داده مثل اسکتر، هیستوگرام، استک، هیتمپ و کورلیشن دو بعدی و سه بعدی رو میتونیم تولید کنیم، بررسی کنیم و نحوه تولید، کاربرد و اهمیت هر کدوم رو در فرایند مدیریت داده‌های طراحی و بهینه‌سازی توضیح میدیم. شرکت کنندگان میتونن به درک کاملی از نحوه ذخیره‌سازی، خواندن و مدیریت داده‌های پیچیده دست پیدا کنن و یاد میگیرن که چگونه از پلاگین جیراف برای تجسم و تجزیه و تحلیل نتایج بهینه‌سازی خود به طور مؤثر استفاده کنن.
در بخش آخر، اعضای تیم پلاگین جیراف امکانات و تکنیک‌های مختلفی که این پلاگین برای تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته و تجسم داده‌ها رو داره نشون میدن و از شرکت کنندگان این کارگاه هم خواسته خواهد شد که حداقل یک مسئله بهینه‌سازی معماری رو با استفاده از نمونه‌هایی که توی این ورکشاپ حل شده، پلاگین‌هایی که معرفی شده تعریف کنن، حل کنن و از پلاگین جیراف برای تعامل، مدیریت و تحلیل نتایج حاصل از بهینه‌سازی خودشون استفاده کنن. خیلی ممنونم از زمان و توجه همه